بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم کار گل روبانی رو شروع کنیم. گل 5 پر روبانی. اولین کاری که میکنیم لوازم رو معرفی میکنیم. پک سوزن‌های روبانیمون هستش. روبان داریم در سایز 3 سانت، 2 سانت، 1 سانت و نیم سانت. بسته به سلیقه خودمون کار میکنیم. حالا میخوایم یه کاری رو نشونتون بدیم برای گل 5 پر که من سعی میکنم این کار رو الان با روبان 2 سانت برای شما انجام بدم، ولی اگر بتونید با روبان 1 سانت این کار رو انجام بدید بسیار زیباتر کار در میاد. خب اولین کاری که انجام میدیم روبان 2 سانتمون رو باز میکنیم. سر روبان رو حتما با یه فندک به صورت رفت و برگشت، نه اینکه من نگه دارم روبان فندکم رو زیر روبانم، برای اینکه باعث میشه جمع بشه. روی روبان براقه به سمت خودم و پشت روبان که ماته به پشت من. خب شروع میکنم کارم رو با یه نخ و سوزن. حتما نخ و سوزن من 2 لا باشه. 1 لا کار نمی کنیم، برای اینکه بعد از اینکه کار رو جمع بکنیم اگر 1 لا باشه پاره میشه، پس چه بهتر که 2 لا باشه. شروع میکنیم کار رو. سوزن رو از روی روبان میبرم میارم، دوباره کوک رو همین گونه ادامه میدم تا برسم به سر روبانم. کوکم رو زدم، گره کار روی روبانم، انتهایی که سوزن ازش در اومده روی روبانم. خب اندازه هر گلبرگ رو بسته به سلیقه 1 تا 1.5 سانت قرار میدیم. شروع میکنیم، کوک میزنیم به اندازه 1 تا 1.5 سانت، یعنی مستطیلی برای ما به دست میاد که 1 تا 1.5 سانت اندازه اون هستش. شروع میکنیم دوباره به سمت پایین میایم، کوک هام رو همونجور که در تصویر میبینید. حالا دوباره اومدیم به سمت پایین. انتهای کار من دوباره نخ من به روی روبانم هست، اصلا به زیر روبان نمیره. دوباره یه لاین باریکی از کوک انجام میدم، یعنی کوک اول من و کوک دوم من فاصله نیم سانت داره. کوکم رو میزنم، سوزنم رو در میارم، دوباره همون کاری که در مستطیل اول انجام دادیم دوباره انجام میدیم. سعی کنید حتما از متر کمک بگیرید و اندازه بزنید با صابون خیاطی که این اندازه های شما دقیق در بیاد و گلبرگ های منظمی رو در گل ببینید. این کار رو ادامه میدم تا به انتهای 5 گلبرگ برسم. نتیجه کار من به انتهای 5 گلبرگ ختم بشه. 5 مستطیل. الان شد 3 مستطیل در کنار هم با همون الگوی دوختی که به شما گفتم.